دوستانی عزیز سلام. در نیویورک میگویند که یگان شخصی گرسنه نیست، چون که دولت برنامه مخصوصی مبارزه بر ضد گرسنگی را راه اندازی میکند. این برنامه توسط سازمان‌های جمعیتی و شرکت‌ها عملی می‌شوند و نامش فود پنتریز هست. و این فود پنتریز ها را یافتن مشکل نیست. شما میتوانید به گوگل مپ وارد شوید و نویسید که فود پنتریز نیمی، یعنی نزدیکترین فود پنتریز های اطراف من. گوگل مپ برای شما این لوکیشن ها، یعنی جای همین فود پنتریز هایی که در اطراف شما هست برایتان نشان میدهد. شما میتوانید به نزدیکترین آن بروید. خب این فود پنتریز ها رجای گوناگونی کاری دارند. شما از گوگل مپ همچنین میتوانید معلومات بگیرید که فود پنتریز های نزدیک شما در کدام روز مواد غذایی پیشنهاد میکنند. خوب برای آنهایی که تازه به امریکا آمدند، یعنی مهاجری نو هستند و حالا کاری گویمکی دائمی ندارند، این فود پنتریز ها کمک خیلی خوب پیشنهاد میکنند، چون که میتوانید که یک چند مبلغ ها رو برای غذا صرف کنید. خب من آرزو میکنم که شما همیشه سیر و پور و در مهاجرت در حفظ و امانی زندگی کنید. موفق باشید.